جلسه را آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظیم. حضار گرامی، رهبران معظم جهاد و مقاومت مردم افغانستان، استاد محترم پروفسور عبدالرب رسول سیاف، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی، جناب استاد عطا محمد نور، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، استاد محترم حاجی محمد محقق، عضو هیئت رئیسه شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، جناب وزیر صلاح الدین ربانی، عضو هیئت رئیسه شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، جناب قانونی صاحب، جناب زکی صاحب، جناب سناتور صاحب راحله دوستم، جناب دکتر صاحب انور و من نمیفهم حاجی صاحب تشریف آورده باشند، جناب حاجی صاحب و همه بزرگواران دیگری که حوصله جلسه نیست که من همه اسم بزرگواران را یاد کنم. با جلسه خوش آمدین، صفا آوردین. حضار محترم، برنامه امروز ما به خاطر بزرگداشت از 12مین سالگرد شهادت شهید صلح استاد پروفسور برهان الدین ربانی، رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان، رئیس جمهور پیشین افغانستان برگزار شده است. تشریف آوری همه بزرگواران را خیر مقدم میگیم. اگر اجازه باشه یک بار آجندای جلسه را خدمت شما قرائت میکنم، به خاطر از اینکه همه دوستا آمادگی داشته باشند. به این ترتیب صحبت صورت میگیره. آجندا از طرف دارالانشا برای ما فرستاده شده و بعدا در ختم اگر گپ‌هایی داشته باشیم دوام خواهد دادیم. آجندای همایش شورای مقاومت ملی به مناسبت بزرگداشت از 12مین سالگرد شهادت شهید صلح پروفسور برهان الدین ربانی، تلاوت قرآن کریم توسط محترم قاری محمد نادر سرداری، سخنرانی جناب پروفسور استاد عبدالرب رسول سیاف، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی، سخنرانی جناب استاد عطا محمد نور، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی، قرائت پیام جناب مارشال عبدالرشید دوستم، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی توسط مولوی صاحب عبدالله قرلق، سخنرانی جناب استاد حاجی محمد محقق، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی، سخنرانی جناب احمد مسعود، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی، سخنرانی محترم دکتر عالیه یلماز، عضو شورای رهبری شورای مقاومت ملی، سخنرانی جناب صلاح الدین ربانی، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی و در اخیر هم دعایه توسط مولوی صاحب عبدالله قرلق، عضو شورای رهبری مقاومت ملی است. از جناب محترم قاری محمد نادر سرداری خواهش میکنیم تا با تلاوت آیات از کلام الله مجید برنامه را آغاز بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظیم. تشکر میکنیم از جناب قاری محمد نادر سرداری و حال از جناب پروفسور استاد عبدالرب رسول سیاف عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی خواهش میکنیم تا سخنرانی خود را آغاز بکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و تمنیات نیک خود را به همه مشترکین پروگرام خجسته و به تمام شنوندگان این محفل تقدیم میکنم. الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظیم. دوستان گرامی، امروز که محفل بسیار با عزت و خجسته به خاطر یادبود از روز شهادت استاد مجاهد، استاد دعوتگر و استاد مصلح و دانشمند ما برگزار شده، خوش هستم که به ارتباط این استاد بزرگوار شهید صلح چند لحظه در خدمت شما باشم. دوستان گرامی، استاد ربانی شهید نه تنها که استاد درس ما بود، اونا استاد دعوت و استاد مبارزه من هم بود و استاد ربانی شهید از روزی که به حیث امیر جمعیت اسلامی افغانستان تعیین شده بود، از همون لحظه تا روزی که بندی می شدم شرف معاونیتش را هم داشتم. ما با استاد شهید بسیار نزدیک زندگی کردیم و از نزدیک او را با تمام سجایا و خصوصیات فضیلش میشناختم. استاد شهید نه تنها که استاد عقیده و فلسفه بود، بلکه استاد ادب، استاد انسانیت، استاد تواضع، استاد برخورد نیک و استاد حوصله و استاد عمیق نگری بود. استاد شهید ما در پهلوی از که یک انسان بسیار حلیم و بردبار و متواضع بود، لکن در مواقع مهم و اساسی که به ارتباط سرنوشت ملت می بود، سرنوشت دعوت می بود و آینده افغانستان می بود، از این کرده آدم محکم و ثابت دیگه پیدا نمی شد. من امی یک قسمت فعلا اشاره می کنم، دیگه دوستا شاید در مورد صحبتای زیاد بکنن. بعد از این که امی یک قسمت امی کار عمدهشه که
تاریخ در دل خود او را ثبت کرده. برایتان میگم، باز یک دو مطلب مختصر دیگرم به اجازه تان عرض میکنم. به شما بهتر معلوم است که وقتی که طالبا در دور اول آمدن کابل را تصرف کردن، استاد شهید دوسیه مشروعیت دولت را در کدام جای نماند، نه او طرف انداخت، او را در زیر بغل خود گرفته و تا 5 سال پوره که ما در دوران مقاومت گاهی در یک ولایت و گاهی در دیگه ولایت، گاهی در کوه، گاهی در دشت و گاهی در شهر بودیم، در هیچ جای نگذاشت که دوسیه مشروعیت دولت از زیر بغلش بفته. بسیار فشارها سرش آمد، تطمیع، تهدید، تشویق، هر قدر که سر استاد کار کردن. استاد عزیز ما، استاد ثابت قدم و استوار ما نخواست که دوسیه مشروعیت دولت اسلامی افغانستان از زیر قولش بفته. اگر خدا نخواسته این دوسیه از پیشش مفتاد، ما مقاومتگرا از یک سر در جمع بغاوتگرا می رفتیم. اما الحمدلله او دوسیه را که خود نگاه کرد و ما از امون روزی که از کابل برآمده بودیم تا وقتی که به کابل هم پس می گشتیم، ما از یک مشروعیت دفاع می کردیم و به حیث مدافعین حقیقی کشور عزیز خود در سنگرها قرار داشتیم. وقتی که پس به کابل برگشتیم، استاد شهید در مسمع و مرآی تمام عالم در تالار وزارت داخله دوسیه مشروعیت دولت اسلامی را به کسی که پشت سرش می‌آمد که جناب رئیس کرزی بود، به او پیش روی همه مردم تسلیم کرد و این یک امتیاز و ویژگی بسیار خاصی است که استاد شهید در دل تاریخ به نام خود و به نام همسنگران خود ثبت کرده. خداوند جلت عظمته از تمام کارکردهای جهادش، دعوتش، مبارزش و سیاست مداریش که البته در طول سیاست مداری خود بسیار با مشکلات هم روبرو شد، خصوصا در دوران ریاست جمهوریش که تلخترین روزهای زندگیش همو بود. تمام این چیزها را متحمل شد تا با آخر راه را اعلان نکرد، در راه خدا استوار روان بود. خداوند بهشت برین را نصیبش کنه، خداوند جنت نعیم را نصیبش کنه. من در این مورد بیشتر صحبت نمی کنم، دوستای دیگه هستن از شجاعت و خجستگی ها و ویژگی هایشان یادآور خواهد شدن. در اینجا من به 2 مطلب مختصر دیگه اشاره می کنم. و ایست که به شما معلوم است که استاد شهید در نتیجه یک عمل انتحاری و خودکش به شهادت رسیده و چنانچه قهرمان ملی افغانستان هم و دهها مرد تاریخی و بزرگوار کشور ما توسط عملیات انتحاری و هزارها هموطن ما توسط عملیات انتحاری به شهادت رسیدن. در این مورد حال یک تصرف نو کردن و اینمی عمل انتحاری را بعد از اینکه فهمیدن و عاجز آمدن از اینکه دفاع کنن از عمل انتحاری و عاجز آمدن از اینکه از عمل خودکش دفاع کنن و ما چند سال پیش برای از اینا چالش داده بودیم که کسی که میگه عمل انتحاری جایز است، از لحاظ شریعت رواست، بیاین که ما رو بروی استدلال بکنن
دی 5-6 سال کسی حاضر نشد. حالی یک ترفند دیگر رفتن و نام یزیر تغییر دادن. نام یزیر تغییر دادن به عوض انتحاری و خودکش نامش استشهادی ماندن. و این خود شما میفهمیم، ما میفهمیم که حرام خدا را و حرامی که رسول خدا او را حرام ساخت، هیچ کس با تغییر نام او را حلال ساخته نمیتونه. اگر شراب را در بوتل پیپسی و در بوتل کوکاکولا و در بوتل های دیگه هم پرتیم، شراب است، با تغییر ظرف، با تغییر نام حلال شده نمیتونه. اگر رشوت را در پاکت های تحفه یا هدیه یا امثال از او به کس بدیم، او رشوت است، با تغییر نام و با تغییر ظرف حلال شدن نمیتونه. و در این مورد هم براتون میگم که این چالی را که نو رفتن که عملیات انتحاری و خودکش را نامش عملیات استشهادی ماندن. این هم یک کار نارواست، به چشم مردم خاک زدن است. کلمه استشهاد در قرآن کریم از باب استفعال دو جای آمده. یکی در سوره بقره به معنی شاهد گرفتن و دیگه در سوره نساء به معنی شاهد آوردن آمده. دیگه در هیچ جای قرآن کریم، در هیچ یکی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در هیچ یک از مذاهب اسلامی و در هیچ کتاب از کتب اسلامی و در هیچ یک از اقوال ائمه و مجتهدین دین، چی در متقدمین، چی در متأخرین، چی در سلف، چی در خلف، یک جا هم پیدا کردن نمیتونیم که در اوجا عملی انتحاری را یا خودکش را استشهادی نامیده باشد. این فقط به چشم مردم خاک زدن است. به این نمیتونن که براعت بتن عملیات خود را و این جنایت هایی که در حق مردم افغانستان کردن. و نتیجه از این چی شده دوستا؟ نتیجه از این می شده که حال کل مسلمان ها متاسفانه در چشم مردم دنیا به نام تروریست معرفی شدن و افغان ها خود بالکل به نام تروریست معرفی شدن. یک مسلمان اگر در یک میدان هوایی کشور غیر اسلامی پنهان میشه، 5 بار تلاشی میشه که باش مواد منفجره کتش نباشه و کدام چیزی را در بغل خود بسته نکرده باشه. اما افغان اگر پنهان میشه 10 بار تلاشی میشه که این اتهام نادرست و ناروا را در مورد امت و در مورد ملت شریف افغانستان از درک ازنمیا ایده به ملت شریف ما به این متهم شده و امت شریف ما و نجیب ما به این متهم شده. دیگه بسیار واضح براتون بگویم که حالی اگر اینا عملیات انتحاری و خودکش را به نام استشهادی معرفی میکنن، از یک طرف یک تهمت به اسلام است، یک تهمت به شریعت است و از طرف دیگر یک نامبدی به اسلام و یک نامبدی به ملت مسلمان افغانستان است که این را باید متوجه باشیم و آگاه باشیم. گپ دیگه ما دوستا که بیورم بسیار مختصر و در این مورد مناسب دانستم که همیست که وقتش که براتون بگویم، با وجود دیازی که تکلیف هم دارم زیاد نمیتونم گپ بزنم. امو کسایی که تعلیم دخترها را فرض نمیدانند و تعلیم دخترها را ناروا میدانند، ما از اونا در پیش روی شما و به اجازه شما یک سوال میکنم. از اونا میپرسم که آیا نماز خواندن سر دخترها فرض است یا نیست؟ آیا روزه گرفتن سر دخترها و زنها فرض است یا نیست؟
آیا زکات دادن و حج رفتن سر اینا فرض است یا نیست؟ که هست. و این کلی ما میفهمیم که نماز سر مرد و زن فرض است، روزه سر مرد و زن فرض است، حج سر مرد و زن که شرایطش برابر شده فرض است. خب در اینجا باید از خود بپرسیم که آیا کسی بدون از اینکه نماز را بفهمه، قیام، قرائت، رکوع، سجده، واجب، سنت، مستحبش را بفهمه نماز خوانده میتونه؟ آیا کسی که روزه را هم نفهمه که شکننده روزه چیست، چه وقت گرفته میشه، چه وقت افطار میشه و حکم روزه چیست، آیا روزه گرفته میتونه؟ یا کس که حج میره ارکان و احکام حج نفهمه آیا حج کرده میتونه؟ ایره کلی ما میفهمیم که نه، که نمیتونه. یک کس که قصد نماز خواندن داره باید نماز را یاد بگیره باز نماز بخونه. کس که قصد روزه گرفتن را داره باید روزه را یاد بگیره باز روزه بگیره. اینمی یاد گرفتن نماز، اینمی یاد گرفتن روزه، یاد گرفتن حج، اینمی علم است یا کدام چیزی دیگه است؟ اینمی دانش است یا کدام چیزی دیگه؟ و در شریعت یک قاعده است، در اینجا علما شاید ششته باشه در این مجلس و صدای ما شاید بشنوه، ممکن دانش صاحب هم ششته باشه، محقق صاحب هم است، مولوی صاحبای دیگه هم است، معنوی صاحب هم است، قانونی صاحب و دیگه دوستایی که در شریعت معلومات دارن. یک قاعده اصولی است که او قاعده اصولی میگه ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. آنچه که واجب و فرض بدون از او انجام پذیرفته نمیتواند امو چیزم فرض است. حالی ما نماز بی وضو خوانده نمیتونیم، چون بی وضو خوانده نمیتونیم وضو هم فرض است. این حالی که ما نماز را بی فهمیدن نماز، بی یاد گرفتن نماز، بی یاد گرفتن فرایض و سنن و آدابش خوانده نمیتونیم، پس یاد گرفتن نماز هم فرض است، یاد گرفتن روزه هم فرض است، یاد گرفتن حقوق پدر و مادر، یاد گرفتن حقوق بشریت، یاد گرفتن نصابهای زکات، یاد گرفتن ارکان حج، همه چیزا برای ادا کردن فرایض فرض است. چرا بدون از اینا ما فرض را ادا کردن نمیتونیم. پس کسایی که دعوا دارن که علم سر دخترها فرض نیست، از شریعت بیخبر هستند، دانش ندارند، در عمق شریعت وارد نشدند. امی آغوش مادر که اولین مدرسه یک طفل است، اولین مدرسه آینده سازان ملک است، اگر دمی مدرسه دانش نباشه، مادرش دانش نداشته باشه، خواهرش دانش نداشته باشه، مادرکنانش دانش نداشته باشه، اینا دی مدرسه ابتدایی که مهد اولی دانش است، این از کی یاد بگیرن؟ دیگه به خاطر خدا شریعت را باید کسی نامبد نسازه. تعلیم دخترها، تعلیم زنها فرض است، ضروری است، لازمی است. اما ای که چی قسم شرایط، ظروف و محیط برای از او مساعد ساخته شود، ای در هر زمان و هر وقت مسئولیت کسایی است که در مجامعه عهدهدار نمی کار هستند. اونا باید این ظروف را مساعد بسازند، شرایط را مساعد بسازند، محیط آبرومند و با عزت را برایشان مساعد بسازند. این مطالب را به این خاطر درد سر دادم برایتان که از یک طرف ضرور میدانستم سریازی بحث بسیار روان بود، ما وارد از این بحث نشده بودم. کسی میگفت فرض است، کسی میگفت نیست. این یک چیزی بدیهی است. من این را دهقانی و عوامی یاد کردم که تمام عوام مردم ملت ما بفهمند که یک فرض است، یک واجب است، یک لازم است. و دیگه استاد محترم ما یک مدرس بود،
یک معلم بود، یک استاد بود. به مناسبت از اون خواستم که اینمی پیام را از اینمی مجلس محترم به هموطنای خود و به تمام مسلمانای جهان برسانم و دیگه ایران اعلان کنم که اسلام هم از انتحاری براعت داره، ملت شریف افغانستان هم از انتحاری براعت داره. این یک برچسب ناروا و خطا و نادرست است که به پیشانی امت ما و به پیشانی ملت ما زده شده. خداوند ملت و امت ما را از این اتهامات نگاه کنه و خداوند راه بیرون رفت را برای امت ما و برای ملت ما از این مشکلات باز کنه و خداوند سرفرازی دنیا و آخرت را نصیب همه ما و شما بکنه و استاد شهید ما را. و در اینجا یاد میکنم که مؤسس نهضت اسلامی افغانستان استاد نیازی شهید و تمام شهدای دوران جهاد، شهدای دوران مبارزه، شهدای دوران مقاومت، شهدای دوران دفاع از افغانستان، تمامشان خداوند غرق رحمت بکنه، خداوند او دنیایشان خوب بکنه و خداوند باشیم برای ما و شما توفیق بده که در راهی که اونا رفته بودن ثابت قدم ببانیم و تزلزل به ما پیش نشه، دردهای ما و شما را دوا کنه و دعاهای ما را اجابت کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جهان تشکر میکنیم از جناب استاد عزیزمان که علیرغم ای که مریض هستند و صحتشان خوب نیست ما را از سخنان عالمانه خود مستفید ساختند. سپاسگزار هستیم جناب استاد. و حال از جناب استاد عطا محمد نور عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان خواهش میکنیم تا سخنرانی بکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از استاد بزرگوار یگانه رهبر معظمی از نسل اول نهضت اسلامی به جا مانده یک دنیا تشکر میکنم که صحبت‌های بسیار عالمانه خردمندانه ارائه نمودند. برایشان طول عمر صحت و سلامتی آرزو میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. تا پرچم عشق حق برافراخته ایم، از مخمل خون به تن کفن ساخته ایم. ما مفت نه سهم میبریم از خورشید، دامن دامن ستاره پرداخته ایم. اجازه دهید پیش از همه ضمن عرض سلام و احترام به روح پاک شهدای کشور، شهید صلح پروفسور استاد برهان الدین ربانی، قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، شهید استاد عبدالقادر ذبیح الله، شهید آجی عبدالقدیر، شهید صفی الله افضلی، شهید مولا نقیب الله آخوندزاده، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید جنرال داوود، شهید مطلب بیگ، شهید رئیس عبدالرحمن رحمانی، شهید ارباب حفیظ، شهید جنرال عبدالرازق، شهید مولانا عبدالرحمن سید خیل، شهید پیرمقل زیایی، شهید رسول خان محسنی و هزاران شهید نامدار و گمنام کشور درود میفرستم و یادشان را گرامی می‌دارم. بجا می‌دانم در اینجا بروان سنگردار مبارزه و سازندگی و همسنگر گرامیم روانشاد مارشال محمد قسیم فهیم نیز اتحاف دعا نمایم و یادش را گرامی بدارم و همچنان درود میفرستم به روح سید نورالله عماد، یکی از بنیانگذاران جمعیت اسلامی و نهضت اسلامی، یار و یاور استاد ربانی شهید. در درازنای تاریخی پربار سرزمین ما در پهلوی ارزش‌های فرهنگی
حماسه بخش درشتی از افتخارات ما است که به همت انسانهای جسور، شجاع و فداکار رقم خورده است. اگر این بخش تاریخی میهن ما را بردارد، چیزی مهمی در آن باقی نمیماند. آزادی خواهی و دفاع از مادر وطن وجیبه و داعیه بزرگی است که جان دادن در این مسیر افتخار عظیم و امر مقدس محسوب می گردد. آنانی که بر سر همین پیمان با خدا، وطن و مردم به ملکوت اعلی سفر کردند، نام درخشان و ماندگاری به جا ماندند. استاد در دوران حکومت شاهی با شماری از استادان و اندیشه ورزان کشور پایه‌های فکری نهضت اسلامی کشور و سپس در سال 1348 خورشیدی با شماری از استادان و دانشجویان سازمان جوانان مسلمان را پی ریخت و در حمل سال 1352 خورشیدی با جمع از استادان و محصلان دانشگاه جمعیت اسلامی افغانستان را به راهنمود استاد غلام محمد نیازی، بنیانگذار نهضت اسلامی، با عنوان یک حزب سیاسی بنیاد نهاد. استاد در مجلس تأسیس جمعیت با عنوان رهبر آن از سوی هیئت مؤسسان انتخاب شد. خوشبختانه از آن جمله استاد بزرگوار جناب سایه صاحب از رهبران معظم ما در قید حیات هستند که از خداوند بزرگ برایشان طول عمر و سلامتی آرزو می‌کنم. استاد برهان الدین ربانی در کنار آن همه حلم و علم، انسان جسور، شجاع و رهبری با تدبیر و سیاستمدار حکیم بود. او شخصیت خردگرا، فقیه و از دانشمندان بزرگ جهان اسلام محسوب میشد. در سیاست تدبیر را ارجحیت میداد و در تعامل مدارا را و در برخورد با دوست و دشمن ملاک رفتارش نرمخویی، مدارای آمیخته با حکمت بود. وقت سخن میگفت درک میکرده که چقدر عمیق از متن قضایا و پیامدهای آن واقف است و وقتی در رفتارش نرمخویی را نگاه میکردی میدونستی که چقدر معنویت در روح او جولان میزند و وقتی برنامه ریزی میکرد درک میکردی او چقدر آینده نگر و رهبر حکیم بود. مهربانی، محبت و لطف استاد به هیچ مهنتی بر همگان ارزانی میشد و او از بند و قیدهای محدود و منحصر کننده اجتماعی و منطقه‌ای و قریه‌ای فارغ بود و تعلقش چی در زمان حیات و چی پس از شهادتش به همه مردم افغانستان است که همایش امروز و جمع آمد شخصیت‌های ارجمند چون شما گواه این سخن من است. او هرچند از نگاه علمی در معتبرترین نهاد اکادمیک کشور کرسی استادی داشت و از منظر جایگاه اجتماعی و رفاه انسانی نیز به کمال مطلوب رسیده بود، اما برای خود آرامش فردی نخواست تا برای مردم و سرزمینش نظام اسلامی و سرزمین آزاد و مردم سالاری را رقم بزند که بتوان در سایه عدالت اجتماعی حاکمیت برخواسته از اراده مردم و برابری را شاهد باشد که او در این راه از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نورزید. استاد در عصر اطلاعی جهاد پرچم مبارزه مقدس را بر دوش کشید و مبارزه در هر گوشه این سرزمین را در کنار سایر احزاب رهبری کرد. در عصر پیریزی دولت اسلامی نیز مشروعیت دولت را با همه منازعاتی که وجود داشت با تدبیر و خردگرایی منحصر به فرد خود حفظ کرد و در عصر مردم سالاری با بنا نهادن سنت تحویل دهی مسالمت آمیز قدرت نشان داد که برخلاف گذشته که برای کسب قدرت پسر پدر را کشت و برادر برادر را و اعضای خانواده و سلاطین همدیگر را حتی کور کردند، اما استاد آن پیشوای صبور و متین قدرت مشروع را با اداره موقت سپرد و بنای نظام جدید و عصر مردم سالاری را اساس گذاشت. رهبر جمعیت اسلامی در سالهای مردم سالاری نیز با تدبیر و هوشمندی منحصر به فردش عمل کرد و نقش جمعیت اسلامی را در تمامی قضایای ملی و سرنوشت ساز به صورت برجسته حفظ کرد و در شورای عالی صلح
نیز برای برگردانیدن صلح تا جای پیش رفت که سرانجام با توطئه و همدستی برخی مقامات رهبری حکومت وقت و تروریستان مسلح ساخته شده امروزی در افغانستان به شهادت رسید و با دریغ سرزمین و مردم ما آن پیری فرزانه را و آن حاکم حکیم را از دست دادند. روان استاد ما، پیر خردمند ما، پیشوای ما و رهبر و راهنمای ما شاد و یاد و خاطراتش گرامی باد. اما این سنگر مبارزه و آزادی خواهی ما همیشه دلیران را داشته است که پرچم آزادی خواهی را بر دوش کشیدند و بی‌دریغ از هر نوع قربانی شدند و پیش رفتند. آن یلی گردن فراز اندوکش، آن یلی گردن فراز اندوکش، آن مرد نجیب آزاده و سربلند احمد شاه مسعود که بر روایت دوست و دشمن مبارز نستو و آزاده بود که چی در نبرد با نیروهای شوروی پیشین و چی در مبارزه با تروریسم و طالبان تدبیر و هوشمندی فوق‌العاده‌ای داشت. عامر صاحب با تدبیر به مسائل نگاه میکرد و با خونسردی تصمیم میگرفت. او محور مورد اعتماد برای همه بود و در دشوارترین لحظات قدرت مدیریت حوادث را و اوضاع را داشت. حضار گرامی، در روزگاری که افغانستان به کام گروه طالبان سقوط کرده بود و جز بدخشان و پنجشیر و بخشای استخار باقی نمانده بود، با رهبری استاد برهان الدین ربانی، رهبر جهاد مقاومت و تلاش‌های مفید و سازنده عامر صاحب شهید، تمامی جریان‌های سیاسی و قومی در محور مقاومت ملی گرد آمدند و با مشت نیرومند در مقابل طالبان مبادل شدند. آنها رمز بقا را در همبستگی و تقویت صفوف جستجو می‌کردند و بیدرنگ به هر امکان مشروعی برای بقای جبهه و دوام استادگی می‌کردند و به هر امکان مشروعی برای بقای جبهه و دوام استادگی فکر می‌کردند. در دشوارترین لحظات که فشار سنگین بر جبهات پنجشیر و تخار فزونی یافته بود، با جمعی از همسنگرانم و درخواست عامر صاحب جبهه‌ای را در دره صف در دل دشمن باز نمودم که با قول عامر صاحب وطندار بار سنگین نبرد رسانه‌هایم کم کردی. برادران و خواهران گرامی، با تحویل کشور به گروه طالبان مردم افغانستان روزهای سیاه و تاریکی را سپری می‌کنند. زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه از تمامی حقوق اسلامی و انسانیشان محروم و مورد آپارتاید جنسیتی قرار گرفتند و به صورت کامل از جامعه حذف شده‌اند. حذف سیاسی، حذف قومی، حذف مذهبی و زبانی به صورت سیستماتیک جریان دارد. دستگیری، شکنجه و در بند کشیدن و شهادت نیروهای پیشین امنیتی، کارمندان دولت پیشین و شخصیت‌های متنفذ توسط گروه طالبان مصداق عینی جنایت بشری است. فساد اخلاقی در میان این گروه به اوج آن رسیده است و مضحک‌تر آن است که به اصطلاح محاکم شرعی اینها فرد بدکاره لوطی را بنابر مصلحت تعلق با این گروه تبریه می‌کند و با وجود مدارک اثباتیه بیگناهش می‌خواند. اما در سوی دیگر هر بیگناهی را که خلاف میلشان باشد به دم تیغ جلادان می‌سپارند، سر می‌برند و تیربار می‌کنند. در تازه ترین مورد پدر و پسری در اروزگان توسط طالبان سر بریده شدند و کوچ اجباری و تغییر دموگرافی کشور نیز به صورت مرتب توسط این گروه جنایتکار جریان دارد. به نام مدارس دینی هزاران تربیتگاه تروریستی درست کرده‌اند و جای آموزش و پرورش مدرن را دارند با آموزش افراط‌گرایی عوض می‌کنند. درست با این همه این گروه در تلاش است که قانون اساسی مصوب افغانستان را تغییر دهند و به جای آن قانون اساسی ساخته شده گروه طالبان را جایگزین کنند تا جنایات و مظالمشان را به زعم خود مشروعیت قانونی بدهند. قانون اساسی وثیقه ملی است و تصمیم در مورد آن در موجودیت یک نظام مشروع گرفته می شود.
و یک ملت میتواند در این رابطه و این راستا تصمیم بگیرد، نه یک گروه تروریست نامشروع و جابر و ظالم. از دیگر موارد انحصارگرایی گروه طالبان وضع محدودیت و حتی نادیده گرفتن پیروان فقه جعفری و اسماعیلی است که حتی علمای این مذاهب را از ساختار شوراهای علما حذف کردند و این به مفهوم واقعی حذف مذهبی توسط این گروه است. گروهی که توانایی مدیریت هیچ امری را ندارند، با همین میزان جنایت و اعمال ضد بشری هنوز از سوی برخی کشورها مورد اتفاقات و حمایت قرار می گیرند و بسته های پلیسیا دریافت می کنند. مگر این روی کرد جز حمایت از تروریسم امر دیگری می تواند باشد؟ روشن است که پیامد این تعاملات خوشباورانه امنیت جهانی را هر روز بیشتر از پیش به مخاطره مواجه می کند و مسئول هر رویداد ناشی از آن همین کشورهایی هست که امروز به نام تعامل از طالبان حمایت می کنند. نه تنها امریکا، کشورهای همسایه و منطقه پلهای سیاه، زیرزمینی و اپراتیفی به این گروه متحجر انسان کش ارسال می کنند. خواهران و برادران گرامی، وضعیت اسفبار کنونی با تسلط یک گروه افراطگرای تروریستی نیازمند مبارزه همسو، هماهنگ و یک دست است و از همه ما می طلبد که در یک صف واحد در برابر دشمن ایستاده شویم و مبارزه نماییم. رمز پیروزی مقاومت اول آن بود که تحت رهبری خردمندانه رئیس دولت اسلامی افغانستان پروفسور استاد برهان الدین ربانی شهید، قهرمان ملی کشور و دیگر رهبران صف واحد را شکل داد تا دشمن را زمینگیر کند. عامر صاحب توانست با بسیج تمامی نیروهای مقاومت طالب را با همه ساز و برگ و ظرفیت‌های داخلی و بیرونیش به چالش بکشد و این حاصل بسیج و شکل دهی صف واحد بود. امروز نیز این فرصت مهیا است و شرایط از ما می طلبد که در کنار هم برای سرزمین و مردم مظلوم خود مبارزه، تلاش و فداکاری کنیم. برای بسیج لشکر و سپاه توانا، رزمنده و کارا و انسجام صفوف برای دستیابی برای حل خوب بر راهکار افغانستان شمول فکر کنیم، نه تک حزبی و محل گرایانه. پیروزی ما و مطرح شدن ما در حق حرمت و اهانت به دیگران نیست. مدیریت لشکر فحاشی کار را به جای نمی رساند، بلکه پیروزی مستلزم حرمت به همدیگر و احترام متقابل صادقانه است. همان رفتاری که رهبر شهید و عامر صاحب شهید به عنوان میراث اخلاقی به جا گذاشتند. من پیش از این نیز به تکرار از پیروان خط فکری استاد شهید و عامر صاحب شهید درخواست کرده بودم که برای مبارزه مشترک در برابر طالبان و نجات کشور همه در یک صف واحد قرار گیریم. اینک بار دیگر درخواست و تأکید می‌دارم که راه اساسی غلبه بر وضعیت موجود و دشمن گرد هم آمدن در یک صف واحد بدون هر گونه امتیاز و با خودگذری و قربانی میسر است. که من در این راه آماده هر گونه فداکاری و از خودگذری هستم، بی هیچ چشم داشت موقف و چوکی. آرزو دارم درک کرده باشید و فهمیده باشید که من دارم بار بار چی میگویم. آرزو دارم درک کرده باشید و فهمیده باشید که من دارم بار بار چی میگویم. بیایید همه با هم صف مرصوص شکل دهیم که به مردم رنج دیده و مصیبت دیده و مظلوم ما امید و در برابر دشمن مشت محکم شویم و بر همین اساس شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان شکل گرفته است. رهبران و اقوام بزرگی که در چتر بزرگ سیاسی این روند سیاسی افغانستان شمول و متشکل از تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی و قومی است و شرایط امروزی از ما می‌طلبد که این سنگر را تقویت کنیم. همین سنگر را
و آن را نشانی واحد مبارزه در برابر طالبان برای نجات کشور حساب کنیم. یک بار دیگر فرا رسیدن 12مین سالگرد شهادت رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان را و 22مین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور را و هفته شهید را تسلیت عرض نموده روی همه شهدای کشور را شاد و رایشان را مستدام می‌خواهم. التوجه و همسلمندی شما یک دنیا سپاس و من الله توفیق. تشکر از همه رهبران و حاضرین گرامی و گرانقدر. سپاسگزار هستیم از جناب استاد عطا محمد نور، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با سخنرانی خود برنامه امروز ما را غنامند ساختند. قابل یادآوری است که در مجلس ما امروز جناب استاد محمد سرور دانش عضو هیئت رئیسه، جناب احمد مسعود عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی، همچنان جناب تادین خان و جناب ابراهیمی صاحب و برخی دیگری از بزرگواران پیوستند که حضورشان را خیر مقدم میگوییم. و اکنون از جناب مولوی صاحب عبدالله قرلق معاون جنبش ملی اسلامی افغانستان خواهش میکنیم تا پیام جناب مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار جنبش ملی اسلامی افغانستان و عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی را قرائت بکنیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. بسم رب الشهداء و الصدیقین. پیام مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، به مناسبت 12مین سالگرد شهادت استاد پروفسور برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین کشور، بنیانگذار و رهبر فقید حزب جمعیت اسلامی و شهید رای صلح، 12 سال از غروب غمناک خورشیدی تابنده جهاد و مقاومت مردم افغانستان شهید استاد برهان الدین ربانی گذشت و اما درد نبود این شخصیت والا مقام هنوز درد جانسوز برای همه مردم افغانستان است. من نخست از همه 12مین سالگرد شهادت استاد پروفسور برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین کشور، بنیانگذار و رهبر فقید حزب جمعیت اسلامی و شهید رای صلح را حضور خانواده، دوستداران، رهروان و تمام اعضای جمعیت اسلامی افغانستان تسلیت و تعزیت عرض می دارم و از بارگاه ایزد متعال با استاد عزیز طلب مغفرت نموده مقامش را فردوس برین مسئلت دارم. استاد شهید در کنار ایفای نقش بنیادی در جهاد و مقاومت به عنوان یک دانشمند و پیشوا در قلوب مردم افغانستان جا داشت و مردم خدمات دانش محوریشان را گرامی می دارند. شهید استاد پروفسور برهان الدین ربانی از پیشگامان جهاد و مقاومت و آزادی برای افغانستان بود. کارنامه فداکارانه و استادانه وی در راه اسلام عزیز، مجاهدت‌هایش به خاطر راندن بیگانگان از کشور، مبارزات حق طلبانه و عدالت خواهانه وی برای انسان‌های این سرزمین طی عمر پربار و شرافتمندانش از اوراق تاریخ و مردم افغانستان زدوده نخواهد شد. صحبت‌ها و راهنمودهای الهام بخش استاد هیچگاه فراموش خاطر من نمی شود و من خاطرات زیادی از استاد زنده‌یاد، قهرمان صلح افغانستان شهید برهان الدین ربانی دارم. صمیمیت و محبت عمیق نسبت به ایشان به دل می پروراندم. ایشان مرا پسر خواندند و من نیز به مثابه پسر معنوی برایشان سخت احترام داشتم و در اکثر موارد از ایشان در امورات جاری کشور و مسائل مهم ملی مصلحت و مشوره می گرفتم و مشوره می دادم که مورد قبول طرفین واقع می شد، چون مقصد و آرمانهای ما
نسبت به سرنوشت ملت مظلوم افغانستان مشترک بود. شهید استاد برهان الدین ربانی، شهید رای صلح و سعادت کشور تا لحظه مرگ به استقلال و آزادی افغانستان باورمند بود. با تمام نیرو به خاطر قطع جنگ و خونریزی و تأمین صلح و امنیت و نظام عادلانه و مردم سالار تا پای جان استادگی کرد و هیچگاه ارزش‌های ملی را قربانی خواسته های فردی و گروهی خیش نساخت. گرامی داشت از شخصیت شهدای ما، به ویژه قهرمانان ملی ایمان چون پروفسور استاد برهان الدین ربانی، قهرمان ملی احمدشاه مسعود، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، عبدالحق شهید، دگر جنرال رسول پهلوان، معاون حزب جنبش ملی و معاون نظامی شورای عالی نظامی صفات شمال، شهید مطلب بیگ، شهید احمد خان سمنگانی، شهید دگر جنرال پیرمقل زیایی، معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، شهید عاشور پهلوان، شهید اوراز ضابط و هزاران شخصیت های با ارزش و با نام و نشانه که در راه آرمان های ملتمان به شهادت رسیدن کاری بسیار سترگ و در خور اهمیت. نسل‌های آینده باید بدانند که تاریخ آزادی، حقوق و ارزش‌های ملی ایمان را با خون بهترین فرزندان این مرز بوم رقم خورده و ثبت تاریخ گردیده و متاعی نیست که به سادگی از کنار آن عبور کرد. جایگاه شهدا در تاریخ افغانستان با قلم زرین نگاشته شده است و تاریخ پربار این مملکت حمل این همه ارزش‌ها خواهد بود. در این فرصت یک بار دیگر هفته شهید را نیز همه مردم داغدار و مصیبت دیده افغانستان تسلیت عرض می نمایم. من هیچگاه خود را جدا از خانواده های شهدای افغانستان نمی دانم. ما پیروان این شهدای بزرگ و آرمان های سترگ آنها هستیم. دیر یا زود کشورمان از زیر اسارت و چنگال ستم پیشگان بیخرد و بیگانه پرست ریهایی می‌یابد. مقاومت مردم افغانستان و پیشگامی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان شب و روز در صدد جستجوی راه‌های اساسی می باشد. گزینه‌های سیاسی من نهایت درجه با تمکین و هوشیاری دلسوزانه نسبت به سرمایه‌های مادی و معنوی افغانستان سنجیده شده و با محک تجارب و اندوخته‌های چندین ساله به پختگی رسیده است. ما همیشه مخالف تک‌تازی‌ها و انحصار طلبی بوده ایم و باورمند هستیم که اتحاد فکری و انسجام فکری ما میتواند چالش‌های کنونی افغانستان را حل سازد و جهان نیز در مورد وضعیت کنونی افغانستان سکوت خویش را بشکند. در غیر آن افغانستان نه تنها که بلانه تروریسم مبدل می شود، بلکه بنبسته‌های اقتصادی، امنیتی، تحصیلی، نفاق و شقاق روزافزون بیشتر می گردد. همان گونه که در 2 سال پسین همه جهانیان نظاره‌گر کارکردهای گروه حاکم در افغانستان بودند، ما نیز تلاش‌های خود را برای تغییر و اثبات ناکارایی این گروه انجام داده ایم و اما با اطمینان گفته می توانم که گروه حاکم از خط مشی تروریستی که تعیین کرده‌اند عدول نمی کنند و هیچگاه این گروه در کردار خود تغییر نخواهد آورد. در پایان یک بار دیگر 12مین سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی شهید صلح کشور را برای خانواده، رهروان و دوستدارانش تسلیت عرض نموده بر روی همه شهدای آزادی و صلح اتحاف دعا می کنم و من الله توفیق. الحاج مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. و من الله توفیق. تشکر میکنیم از جناب عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی اسلامی افغانستان که پیام محترم مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار جنبش ملی اسلامی افغانستان را قرائت کردند.
اکنون از جناب محترم استاد محمد محقق، استاد حاجی محمد محقق عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی خواهش میکنیم تا سخنرانی بفرمایند. بسیار تشکر جناب خیری صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. قال الله تعالی في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضار گرامی، برادران و خواهران محترم، حاضر در این محفل بزرگ داشت از رهبر جهاد و مقاومت افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابتدا لازم میدانم اتحاف دعا کنم بروی همه شهدای اسلام و سعادت تاکنون و همچنین خاصتا بروی شهدای بزرگ افغانستان، استاد برهان الدین ربانی شهید صلح و همچنین قهرمان ملی احمد شاه مسعود و رهبر جهاد و مقاومت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری و حاجی قدیر شهید، جناب شهید مطلب بیگ، شهید احمد خان سمنگانی، شهید عبدالعهد خان کرزی، شهید خاکریزوال و دیگر شهدای عظیم الشانی که در راه خدا تقدیم شدند که اسامیشان طولانی است و هر کدامشان در یک منطقه مایه درخشش جهاد و مقاومت بودند و مایه رهبری برای مردمشان بوده است. برای همهشان اتحاف دعا میکنم. امروز 12مین سالگرد شهادت یکی از بزرگترین داعیان جهان اسلام و کشور عزیز ما افغانستان، استاد شهید پروفسور برهان الدین ربانی است. ما چرا برای داعیان اسلام اهمیت قائل هستیم و چرا از هر ملت و نهله‌ای که هستیم در یک جهت مشترک هستیم که ما داعیان راه خدا را برشان اهمیت قائل هستیم. برای اینکه کسانی که داعی نشر اسلام را دارند و داعی گسترش اسلام را دارند در حقیقت به یک مرکز مقدس وابسته هستند. خداوند متعال به پیامبرش خطاب میکند که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ای رسول خدا، ما تو را فرستادیم تا اینکه بر همه جهانیان شاهد باشین و مبشر باشین که بشارت بدین اونا را بر رحمت خداوند و نذیرا و ترساننده باشین اونا را از عذاب خداوند در صورتی که خلاف مسیر خدا و انسانیت رفتار کنید. و داعیا الی الله، شما را داعی به سوی خدا، و داعیا الی الله باذنه، و تو را برای خدا داعی فرستادیم که دعوت کنی جهانیان را به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی، به سوی ارزش‌های انسانی و اخلاقی تا یک مدینه فاضله در این کره خاکی ایجاد شود. و سراج منیرا، و تو را به عنوان یک چراغ روشن بخش برای بشریت فرستادیم. شما میدانید که جهان با همه پیشرفت‌های تکنیکی و پیشرفت‌های علمی این جهان با همه این پیشرفت‌هایی که در اقتصاد و علم کردن، آنچه که تهی هستند از اخلاق و از معنویت و از یک روح انسانی هست. به هر اندازه‌ای که پیشرفت میکنه به همون اندازه جریتر، وحشیتر و جهانخوارتر میشن.
اما پیامبر خداوند میگه که تو رو ما فرستادیم که تا دعوت کنی مردم رو به سوی خداوند. به سوی خدا همون ارزش‌های معنوی، اخلاقی و انسانی هست که در اسلام آمده، که در احکام اسلام اینا همه منعکس شده هست. چراغ روشنی برای بشریت است. بنابراین در هر جای از دنیا، در هر جای از جهان، کسی که به این قافله وصل میشه و کسی که داعی به سوی خداوند میشه و مردم را به سوی ارزش‌های دینی و اخلاقی دعوت میکنن، اونها از نظر ما وارثان انبیا هستند و اونها در پیشگاه خداوند ارزش دارن و برای ما قداست دارن. فلهذا ما هر عالمی را، هر سیاستمداری که عالم هست به خصوص، اینها را ما به عنوان داعیان الی الله میشناسیم و برشان ارج و احترام قائل است. استاد شهید برهان الدین ربانی و دیگر شهدای ما که در این راه رفتن شهید شدن، که عکسای بسیارشان اینجا در بنری که جور کردن برادرها اینجا بسیارشان هم گزیده نصب شده که میلیون ها هستند. اینا در راه خدا و در راه ارزش ها و تعالی دین مبین اسلام اینا زحمت کشیدن. زمانی که سایه شوم کمونیسم بر افغانستان حاکم شده بود و زمانی که اسلام مورد هجوم قرار گرفته بود، یا پیشتر از او در زمانی که ایدئولوژی صادراتی از طرف شرق و غرب به افغانستان سرازیر شده بود، چراغ روشنی شدن داعیان به سوی خداوند که اینا نمونه هایشان از که شهدا اینجا عکسایشان هستن، عکسای پیش از جهاد، مثل که انجینر حبیب الرحمن شهید و انجینر عمر شهید و علامه شهید اسماعیل بلخی شهید و اینا کسانی بودن که پیش از جهاد هم اینا دعوت علمی و فرهنگی و جهاد فکری را اینا آغاز کرده بودن. به او جهت است که برای ما بسیار اهمیت داره استاد شهید و امثالشان. لذا سالگرده هایش را که میگیریم ما به عنوان از این که اینا کسانی بودن که علاقت نظر از که در حکومت بودن یا نبودن، اینا دعوت کنندگان به سوی خداوند بودن. بنابراین لحاظا برای ما بسیار مهم است. و میم چرا اینا مورد خشم دشمنای اسلام و مورد خشم بیگانگان قرار گرفتن؟ چرا اینا در ساختار نظام افغانستان پذیرفته شدن که بیا اینا به عنوان دولت باشن؟ این هم دلیلش در همین جا نهفته است که دنیایی که جهاد افغانستان در یک مرحله کمک کردن و به خاطر افغانستان نبود، به خاطر نظام اسلام نبود، به خاطر رقابت بین دو بلوک شرق و غرب بود. اما وقتی که دیدن اسلام در حال پیروز شدن است، پای خود پس کشیدن و تمام بنیادهای خرابی رو گذاشتن تا اینکه یک دولت اسلامی شکل نگیرد. حالا خط نظر ازی که بین خود مجاهدین هم در 2-3 سال به یک توافق کافی نرسیدن، شاید از عدم تجربه در حکومت داری بود که در او هم بحث‌های علایده خود داره. اما اصل گپی بود که هیچ گوشه از دنیای اقتدار جهانی یا استکبار جهانی بگیم یا اقتدار جهانی که اینا یا امپریالیسم جهانی، اینا راضی نبودن که یک حکومت به نام اسلام و یک بیرق به نام اسلام در اینجا بلند باشه. لذا هرج و مرج ایجاد شد، جنگ شد، طالب سازی شد. نمی طالبی که امروز خود دشمن امریکا میگه، اینمی طالب در 1991 اینا با ایدئولوژی غرب، با ایدئولوژی امریکا و انگلیس و با اقتصادشان، با تسلیحاتشان و باز کشورهای منطقه و از طرف جنوب ما وارد افغانستان شدن. اینا از کجا میکردن این امکانات اینا را؟ واضح هست که امروز همه دنیا او را نوشته کردن. بنابراین مورد خشم جهان استکبار قرار گرفتن به خاطر عظیمی بود که اینا مسلمانن و یک دولت اسلامی میخوان. خب به هر حال بخش دیگه از کارنامه استاد شهید در مقاومت است که دور برادر گرامی ما هم جناب استاد طامد نور ایره یاد کردن و هم در پیام مارشال صاحب آمدن و هم در پیام استاد بزرگوار ما استاد سیاف بودن که استاد اینمی ویژگی را داشت که مقاومت را بیرقش را نگذاشت که بخوابه. با اینکه در سال 1375 از کابل برآمد، حکومت اسلامی از کابل برآمد، اما روحیه مقاومت
اینطور نبود دیگه. ایمان و بی ایمانی در اینجا فرق میشه نه. این مرتبه که امریکا مزدورک بی ارادهش آقای اشرف غنی که دید که امریکا اما نعوذ بالله معبودش رفته، او را حکومت کلش قریب 250,000 نیرو داد ده طالبا و خودش گور اختلاف به خط پایس‌های دوزی کردگی خود یک جای سر خود پناه کرد. اگر شاید ما را بعضی دی دوسیه شریک میکنن ولی ما هیچ جای از حکومت هم نبودیم و هیچ امکانات هم به دست ما نبود و روزی که سقوط کردن ما در افغانستان نبودیم، مگر ما کی تو به سادگی اعلام کردیم. خب اینجا او آدمی اعلام کرد، اما استاد با این که امکاناتش هم صفر شده بود، امکانات آنچنانی نداشت، اینا برآمدن ولی مقاومت در پنجشیر نگاه کردن که بعد از اون دیگه شورای صفحات شمال، یعنی ما و مارشال صاحب دوستمون جناب استاد عطا و اینا همه با هم رفتیم و کمرشان رو بسته کردیم در جبل السراج، دست به سهم دادیم با اینکه یک نزاکت‌های هم قبلا بود ولی ایستاد شدیم. از حزب وحدت از بامیان نیرو آمد، جناب استاد خلی و زمان اونجا دبیر حزب بود، اینا آمدیم ایستاد شدیم و اینمی یک محور بود که امی ایستاد شدیم. اگر امی محور نمی بودی، استاد شهید نمی بودی، قهرمان ملی نمی بودی، شاید ما هم نمیتونستیم به تنهایی خود ایستاد شیم. ما اگر نمی بودیم اونا هم نمیتونستن ایستاد شوند. برای که با وضوح معلوم شد که دیگه در برابر تروریسم باید یک سرنوشت مشترک همه اقوام افغانستان باشه. و اگر استاد شهید با نمو صلابت خود بود که ایستاد شد و دنیا هم تا آخر به رسمیت شناخت، یعنی تا سال دهم هم که بود که باز تحول دنیا پیش آمد، از نگاه بین‌المللی و سازمان ملل مشروعیت داشتن دیگه. ما گرچه یک بار مشوره جناب مارشال صاحب ما در مشهد و باز اونجا با برادرای ما که در خارج بودن جلسه کردیم شورای مرکزی، باز ما پس آمدیم در شمال در تخار و در منزل جناب قاضی کبیر مرزبان و قدامر صاحب شدیم و داستانش هم بارا گفتیم. باز بلخاب رفتیم و بعد از او جناب استاد طامات خان نورم آمد در اونجا و باز جناب مارشال صاحب هم باز اونجا آمد و باز استاد خلی هم آمد، البته به ترتیب زمانی. اما بحث استاد بود که امو استاد شد. یک وقتی یک جای بحث شد در دوره‌ای که ما دیدار کردیم سلاح را دادیم و بعضی از ما را ملامت میکنن که شما چرا همین سلاح را دادین در امریکا، که گپ از اون راست هم بوده، تسلیم کردین در امریکا، ندادین در حکومتی که عالمانه چی ساخته شده بود. ما در اونجا ما گفتیم خب اول که برادر گفتم حکومت داری میشه، ما گفتیم حکومت شو و مردم سالاری شو بدون سلاح بریم کار کنیم. و ثانیاً گفتم همین راستیشه بگیم ما به تنهایی چرا کم استاد میشدیم. اما زمانی اگه احمد شاه مسعودی بود که ما پولیش استاد شدیم، حال خود نبود دیگه که نبود از ما دیگه برادرای ما بر نخوره به برادرای پنجشیر و هر کس احمد شاه مسعود شده نمیتونن دیگه. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تندش است کلاهداری و آیین سروری دارد دیگه. هر کس که کلاه پکول یک بغل است حرکت خو احمد شاه مسعود نمیشه دیگه. باز اون برادر هر کس بیا لنگی مارمولی حرکت خو باز استاد ربانی نمیشه دیگه. اونجا برادر همه ما در پولیو زمینا استاد شد. ما در مثالای آخریم که نزدیک سقوط بودیم بارها دکتر عبدالله باشه، دکتر عبدالله را گفتیم، اینمی برادر ما آقای احمدزیا مسعود، اینا را گفتیم که او بنده خدا سرزمین مقاومت از دست نتیم، اینمی تخار و بدخشان و پنجشیر و امینا را پس مسلح کنین. شما مرز دارین در تاجیکستان، مرز دارین، ما خب بدبختان در مرکز هزارستان و در ناف زمین و نمونجا 4 طرف ما محاصره است. شما خواهد تاجیکستان به ایتان وست است، ازبکستان وست است، این طرف اون کشور کلان دیگه هم رفقایشان است. خب اینا گفتم مسلح کنین که اینمی اوضاع خطرناک شده است. و خدا اگه همونا جرأت زمین داشته باشه که یک نفر بگه تو بگی سلام بگی، همه ایشان دیگه دستا بالا بود دیگه، دستا بالا. وقتی همه که دستا بالا باشه ما در قدیکی دیگه استاد میشه. یعنی بحث سریزیسته که ما یک بار خانم تو که رفتیم بلخاب 1.5 سال اونجا بودیم، باز یک بار مریض شدم ما آمدم پس دوباره در هلیکوپتر در پنجشیر آمدیم تخار رفتیم باز تداوی کردیم خدا. و باز استاد ما در اونجا هم
مقاومتش دیدیم، هم مهربانی‌هاش دیدیم. ما در سفر در بدخشان هم رفتیم، در کوچه ستاره یک جای هست در مرکز ولایت، در اونجا چند شب میهمان استاد بودیم. استاد بسیار مهربانی‌های زیادی کردشان درباره مقاومت که چه شب آینده و بسیار مشورت‌ها و بسیار امیدواری‌های زیادی اونا هم میدادن و باز ما هم روحیه میگرفتیم. پس دوباره بعد از تداوی رفتیم دوباره به هلیکوپتر دمو قبرستان اونجا پایین شدیم در مرکز محاصره دیگه ما قربانی گفته رفته بودیم. این حال هم برادر اینمیا سرمشق ماست، هم دعوت استاد که یک داعی الله بوده باید ما با معنویت کار کنیم. امروزه که بعضیا خدا را میلا کرده و پیامبرش میلا کرده و میبینه که نامای بعد از سر مجاهدین هم میمانه که حالا جنگ سالار و بعضیایش باز میگه که اینا تاریخ تیر شده هستن. او بندای خدا دا گزن میدان امی یک در فضای افغانستان باز شود در میدان درائیم که باز با 3 میلیونی جمعیت باکی امرا میشه. و به هر حال یعنی ما هم دعوت از اونا را به سوی راه خدا سرمشق قرار بدیم، هم جهادشان هم مقاومتشان. مقاومت هم همونطور که جناب استاد طامات خان نور گفت، مقاومت هم یک کمکی اما دامنش وسیع‌تر بگیریم، یک شرایط بسیار ضیق نگیریم. آقای شهید بلخی رحمت الله علیه در سخنرانیش ما گوش کردم میگفت که او مردم دامنه اسلام اینقدر ضیق نگیرید که اگر یکی استثناء نکنین هر کسی را، که یکی مثلا ریش خود تراشید بگه اسلام خارج شد، یکی بروت خود دراز ماند بگه اسلام خارج شد، یکی پاچه خود بلند بالا کرد بگه اسلام خارج شد. استثناء تا یک روز ببینی که فقط خودت مانده و اسلام. اینطور هم نکنیم که ما هم جهاد و اسلام هم قدر ضیق بگیریم که فقط یک خود ما بمانیم و اما یک چند دانه بسیار محدود نفرای ما. دامنه جهاد و مقاومت یک کمی وسیع‌تر و فراختر بگیریم. منظور می نیست که حتما خائنا را هم قدش دست بتیم، نه، اما کسایی که ولو اختلاف سلیقه هست، اختلاف قوم است، اختلاف نژاد، اگه تفاوت، یعنی تفاوت نژادی، قومی، زبانی، همه چیز مشروط به اینکه در مسیر جهاد و اسلام و وطن باشه، وطن دوست باشه، ولو اینکه با قیافه ما هم آهنگ نباشه، یک جای شیم و تا برسانیم به خیر کارا به یک جایی که خدا خواسته و مردم او را میخواهد. بحث دیگه ما بحث امروز است که متاسفانه دنیا در یک مقطع قرار گرفته که افغانستان تقریبا اما اولویت درجه 2 دنیا شده. مسئله جنگ اوکراین است، مسائل حساسیت های کشورهای دیگه هست که اینا در اولویت قرار گرفته رفتن، ولی ایره به تمام جهان ایره چلین میتیم که آرامی افغانستان و ثبات در افغانستان و استقرار یک نظام مردمی در افغانستان برای تمام جهان مؤثر است. هیچ جای به قدر افغانستان اهمیت خود نداره. دنیا باید اهمیت افغانستان را بدانه. امروز 40 میلیون انسان در دام یک مشت عناصری هستند که اینا نصفش از اول استثناء کرده که خانم‌ها را کلش خانه نشین کرده، از کار زندگی ماندن، از همه چیز اینا را تحصیل ماندن، از همه کار ماندن. بنابراین اینا همه چیز مردم زنا را خانه نشین کردن. امروز یک دختره که در یک فروشگاه دیدیم که در بغل کلیش پیر کرده و خون رفته رایستن، 4 طرفش جیغ میزنه امو خانوادهشان. این طور یک مردم است که زن خود از انسانیت خلاص کردن. بخش دیگه هم که هست، خب جامعه تشیع افغانستان که نه در اقتدار سیاسی هستن، نه در حساب رسمیت مذهبشان و همه چیز اینا از دست رفته که جانشان در خطر است. فقط هم زندگیشان هم فعلا در خطر است. ما شما پیشتر هم یاد کردن، برادر ما جناب نور صاحب بود که از مسئله ارزگان، اون یک فلسفه شیسته که اونجا یک جوی است به نام جوی نو، یک ششپر میگه منطقه را، اون زمینش حاصل خیز و بسیار زمینای خوب دارن. چشم سرخ کردن اون قماندان ها و مسئولین طالبا که نمیره بگیرن. چه رقم بگیرن؟ روز یک نفر میکشه، کلیش میبره اونجا میندازه که اینا بترسن از اینجا برن. خب اینی رقم و وضعیت مردم تشیع اصلا در اونجا موجودیتشون از نظر از اونا جواز ندارن دیگه. خیلی حقوق سیاسی و دیگه پار خود طرفان. نظامی های سابق که از پای کشته رایستن،
او تو روز نیست که یک تا نظامی سابقت دستگیر کرده برده کشته جنازش تیکه کرده به خانهش نداده باشه. همینطور مسائل خب قومی را که دامن میزنن، پنجشیر و اندراب و شمال و گپاره اونا فشار آورده رئیس قتل عام کرده رئیس، همینطور در سمت فاریاب و چیز. خلاصه همینطور قومای پشتون هم از آسیبشان در امان نیست، ازبک هم در امان نیست و هیچ کسی. به هر حال اونجا یک مشت عناصری هستن که افراطی هستن و یک قرائت خاصی را از اسلام آورده در جای اسلام جایگزین کرده. آل قانون اساسی را میخوان غیر مجاز، غیر مشروع، برخلاف اون مسیری که باید بره. خودشان یک 4 تا ملای نادان خود تعیین کرده، اونا میرن یک قانون جور میکنن که باز او را جمع کنه دیگه. عوض قانون اساسی که تمام مردم افغانستان دست داشت، سهم داشت، خب او را میارن. شورای علما جور کرده. خب دیگه افغانستان خب بگم رقم حکومتش وری اما رقم به تشیع بود. در بامیان و دایکندی هم که وقتی شورای علما تعیین کرده، کسایی که نه از مردم تشیع و هزاره هست و نه از اون منطقه هست، از یک جای دیگه برده شورای علما جور کرده. شورای علما از ولایت دیگه برده در بامیان و دایکندی و در میدان و در اینجا برده. البته تشکر از سازمان ملل متحد که در اینجا فشارهای زیاد را از نگاه سیاسی و تبلیغاتی آوردن، مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق زن، ولی این کفایت نمیکنه. سازمان ملل متحد باید مخصوصا شورای امنیتش باید به بند سابع بره، به بند 7 بره، یک مسئله را فشار بره که اینا را از کشتار نجات بده، مردم از شر از اینا. دنیا تشریک مساعی کنه. مردم افغانستان 40 میلیون انسان هستن، اینا حق دارن طابقه یه رقم در بدر و بیچاره زندگی بکنن. همچنین مسئله که پیشتر دیگه دوستان گفتن که حقوق زن است و همه چیز برباد رفته. دیگه بار دیگه من در پایان از همه برادرها تشکر میکنم و برای شهدا هم اتحاف دعا میکنم، برای استاد شهید و همه شهدای راه خدا اتحاف دعا میکنم. و سرمشق زندگی ما باید نمی رهبرها و بزرگایی بودن که هستی خود در راه خداوند قربانی کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جهان تشکر میکنیم. سپاسگزار هستیم از جناب استاد حاجی محمد محقق، عضو هیئت رئیسه شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، که خاطرات بسیار با ارزش خود با ما شریک ساختن. و اکنون از جناب حاجی صاحب احمد مسعود، عضو هیئت رئیسه شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خواهش میکنیم صحبت بفرمایید. بله. سلام علیکم. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر روان پاک همه شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان، علل خصوص استاد شهید و قهرمان ملی، و عرض تسلیت دارم سال روز شهادت رهبر فرزانه جهاد و مقاومت مردم افغانستان را، استاد شهید را، خدمت برادر محترم و عزیز ما جناب رئیس صلاح الدین ربانی و خانواده محترم بشان و همه خانواده جهاد و مقاومت مردم افغانستان و کافه ملت شهید پرور و ملت عزیز ما. من تشکری میکنم از همه دستاندرکاران مجلس امروز که با گرامی داشته سال روز شهادت استاد بزرگوار بار دیگه زندگی اونها را، مبارزه اونها را و تلاش اونها را چه به خاطر صلح چه به خاطر آزادی در عرصه های مختلف فرصت ایجاد کردن که در رابطهش صحبت شود. و تشکری میکنم از صحبت همه بزرگا. آنچه که لازم بود از جناب استاد بزرگوار ما جناب استاد سبسیاف و همه دوستای دیگه شنیدیم. بدون شک استاد ما، استاد شهید ما، یک الگو، یک مکتب، یک فکر و یک ارزش بودن و زندگی استاد از ابتدا تا انتها همیشه با یک ارزش و به خاطر یک اصل بوده. اگر مبارزه کرد با ارزش مبارزه کرد و به خاطر یک اصل و یک ارزش. اگر سیاست نمود به می خاطر، اگر صلح میخواست به می خاطر و از ابتدا تا آخر در این راستا قدم گذاشته. در ابتدای زندگیشان وقتی مبارزه آغاز میشه، یکی از تفاوت‌های اساسی که امروز صحبتی که جناب استاد داشتن در ابتدا و جناب استاد نور داشتن
ما میبینیم که استاد بزرگوار در کنار همرزمانشان برخلاف آنچه که امروز طالبان ادعا میکنند که اینا برخواسته از یک مفکوره دینی هستند، این استاد شهید و هم نسلان اونا، همرزمان اونا و هم فکرانشان هستند که یک مبارزه اسلامی را و یک مبارزه سیاسی استوار به یک ارزش اسلامی را از مکتب و دانشگاه آغاز میکنند. پس مبارزش استوار بر یک فکر، استوار بر یک مفکوره و استوار بر یک ارزش بوده، برخلاف آنچه که طالبان ادعا میکنن و آنچه که استاد گفت حتی حاضر به یک مذاکره، حاضر به یک مصالحه و حاضر حتی به یک مباحثه نیستن و این نشان ازی داره که از دین هیچ چیز نمیفهمن و او استاد بزرگوار و استاد شهید و هم نسلانشان بود که مبارزه را واقعا به خاطر اسلام و برآمده از فکر واقعی اسلامی آغاز کردند. و به همین دلیل بود که وقتی که دولت اسلامی پیروز شد، آنگونه که جناب استاد محقق به زیبایی فرمودند، متاسفانه گروه‌های مختلف، بخش‌های مختلف و کشورهای مختلف که مخالف پیروزی انقلاب اسلامی مردم افغانستان بودند، به ترفندهای مختلف به دنبال براندازی او و به دنبال ضربه زدن به او بودند. و تلاش استاد شهید، قهرمان ملی و تمام شخصیت‌های دیگر برای حل این معضل و حل این مشکل متاسفانه که نتیجه نداد و ما شاهد به وجود آمدن یک پدیده زشت برای بدنامی حرکت اسلامی، مبارزه اسلامی و به خاطر بدنامی اسلام و مسلمین علل خصوص جهاد مردم افغانستان بودیم به نام طالبان، که با استفاده از نام زیبای طلاب، با استفاده از نام زیبای مدرسه اینا آمدن و در صدد از بین بردن دین و دفاع بد از اسلام شدن. که تلاش های استاد شهید و قهرمان ملی به خاطر مصالحه، به خاطر حل مشکل از راه مذاکره متاسفانه نتیجه نداد و بسیار با درایت و خیرتمندی بیرق مشروعیت دولت اسلامی را تا آخرین قله ها و نقاط افغانستان حمل کردند، که نتیجه او استادگی همه مردم افغانستان در محور عید و بزرگوار و ایجاد جبهه مقاومت ملی برای دفاع از ارزش‌های مردم افغانستان بود، که بحث و چپتر و بخش مقاومت افغانستان آغاز شد. امروز همه هستیم، مردم ما هست، آگاهی بیشتر است، فرصت‌های بیشتر است، کشورها حتی طلاب نسبت و دفعه قبل بهتر میشناسند. محبوبیتی که دور اول در ابتدا طالب در بین مردم داشت امروز هیچ نداره. اما چیست که امروز ما نمیتونیم مثل دیروز مقاومت بکنیم؟ همه چیز هست بجز دو، و او استاد شهید و قهرمان ملی است. و بار دیگه نشان ازی داره شرایطی که دنیا کرنش میکنه، منطقه سکوت میکنه، مردم ما در این مشکلات قرار دارن. این نشان از بزرگی این دو شخصیت تابناک داره که چطور توانسته بودن او زمان به تنهایی خود این پرچم حمل بکنه. روی صحبتون به نسل جوان است، علل خصوص در امی بخش. این قسم نبود که در دفعه گذشته کشورهای منطقه فور آمده باشن کمک کرده باشن، یا این قسم نبود که دنیا آمده باشه در مقابل طالب لشکرکشی کنه. وقتی که دولت در او زمان تحت فشار قرار گرفت، عقب نشینی تکتیکی به پنشیر و شمال افغانستان صورت گرفت توسط قهرمان ملی. این رهبری و استادگی استاد شهید و قهرمان ملی بود که سبب به وجود آمدن مقاومت ملی مردم افغانستان و استادگی منطقه و فرامنطقه در مقابل وحشت طالبانی. در او زمان هم تنها بودن، هیچ کشوری به کمک ما نیامد، هیچ کشوری در کنار ما و شما استاد نشد، بلکه اونا با اراده و با نیت اینمی که تا آخرین قطره خون خود مبارزه میکنیم استاد شدن، نشان دادن که ما حاضر به خون دادن هستیم اما حاضر به خاک دادن نیستیم. بعد از اینکه اونا این عمل انجام دادن، 3 ماه و چقدر یا کم و بیش مبارزه و مقاومت کردن، آن لحظه بود که باز دنیا و منطقه فهمیدن که نه، یک ملتی هست که حاضر به استادگی و مبارزه است. امروز
اگر که مقاومت شروع میشه، اگر مقاومت آغاز شده، اگر مقاومت انجام میدیم، باید سرمشق کار ما امو مبارزه باشه. اگر تنها هستیم، اگر کسی با ماست، اگر دنیا کمک میکنه، اگر دنیا به یک ترتیبی به فکر هست یا نیست، این کار خودشان است، در او ما و شما کاری کردن نمیتونیم. وظیفه ما استادگی و مقاومت است. بود بعدی جناب استاد بزرگوار، امو قسمی که جناب استاد صاحب نور و استاد صاحب سیاف گفتن، مسئله ای بود که برخلاف تاریک افغانستان که همیشه انتقال قدرت با خون، با جنایت، با کودتا و با ظلم بوده، استاد بزرگوار و همفکران و هم نسلانشان و مبارزه و مقاومتشان آخر نتیجهش نه تنها تاریکی، نه تنها ظلم، نه تنها خونخواهی و نه تنها کشتار نبود، بلکه انتقال قدرت، آزادی، آبادی و یک نظام استوار بر اراده مردم افغانستان شکل گرفت که بار دیگه بود درایت و خردمندی و خردمندی استاد نشان میده. آخرین صحنه و صفحه تلاش سیاسی جناب استاد، تلاششان به خاطر صلح و ختم جنگ‌های چندین دهه افغانستان بود که تا آخرین لحظه در این راستا تلاش کردن. اما وقتی که دشمن دید نه در عرصه نظامی، نه در عرصه سیاسی، نه در عرصه علمی و نه در عرصه حتی مذاکره و مصالحه حریف ای پیر خرد و این شخصیت استثنایی تاریخ افغانستان نمیشن، رفتن و دوباره به عمل زشت انتحاری خود دست زدن و استاد شهید از ما گرفتن. پس حضار گرامی و همه مردم عزیز ما، زندگی استاد بزرگوار برای همه ما از ابتدا تا آخر یک الگو و یک سرمشق است و پیروزی آنها و نتیجه او بدون شک همه قدر است که ما و شما امروز بعد از گذشت 12 سال از شهادتشان و بعد از گذشت بیش از 2 دهه از شهادت قهرمان ملی از بزرگی این دو شخصیت یاد میکنه. بله، وقتی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفات کردن، اسلام نتوانسته بود آنقدری که بعد گسترده شود دیگه مرزهای خود بگسترانه. اما بعد از او بودن شخصیت هایی که آمدن، خلفایی که آمدن، بزرگایی که آمدن، اسلام گسترده ساختن. امروز درست اگر که ما و شما استاد شهید و قهرمان ملی را نداریم، اما زندگی او سرمشق است، مبارزه او سرمشق است، مصالحه او سرمشق است، سیاست او سرمشق است و خرد و تدبیر او سرمشق است. امیدوار هستم همه ما با چنگ زدن به دامن شهدای ما، چنگ زدن به دین ما و چنگ زدن به اتحاد و انسجام ما و شما بتوانیم که انشالله پیروز و بتوانیم که از این مرحله سخت و دردناک تاریخ کشور ما عبور بکنیم. من بار دیگه به روح تمام شهدا علی الخصوص استاد شهید درود میفرستم و به استاد بزرگوار و همه شهدای ما بهشت برین و خانواده معظم و بزرگشان صبر جمیل استدعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزار هستیم از سخنان صمیمانه جناب حاجی صاحب احمد مسعود، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان. و حال از محترم دکتر عالیه یلماز، عضو شورای رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، خواهش میکنیم تا سخنرانی بفرمایند. با تشکر از جناب خیری صاحب، من هم سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه بزرگوارانی که در این مجلس حضور دارند و اتحاف دعا دارم به روح پاک شهدای راه حق و آزادی. با احترام از فرصت به این مراسم باشکوه که در واقع یک تجدید پیمان به آرمانهای والای شهدای راه حق و عدالت است، من بسیار زیاد خرسند هستم که مرا هم فرصت دادین تا پیرامون اهمیت بازنگری و اولویت‌های امروز کشور ما که مبتنی بر تحلیل اوضاع به شدت پیچیده و چند لایه می باشه یک چند مورد در ابراز کرده بتانیم و نیاز مبرم داریم که برای انسجام فکری و تدوین استراتژی های موثر برای عبور از وضعیت موجود
و بررسی راه عدالت خواهان، یک افغانستان آری از خشونت، آری از بی‌عدالتی کماکان که تداوم یافته باشد یک الگو برداری شود. بر همگان معلوم است که امروز طالبان در افغانستان به مثابه یک ماشین کشتار عمل می کنند. استحقاق زنان را که آزادی عبارت از آزادی نسبی حتی بود، او را هم تماما ازشان گرفتن و حتی ما با یک گروه افتضاحی که از سربریدن مجسمه ها لذت میبرند روبرو هستیم. در کشوری که رئیس آموزش تیم انتحاری به عنوان رئیس دانشگاه انتصاب میشه، چقدر ما میتونیم از حقوق انسانی، از حق آموزش، حق تحصیل و سایر موارد بحث کنیم؟ البته امروز متاسفانه افراد و اشخاصی را سراغ داریم که به عنوان ممثلین افغانستان از لیست سیاه در جوامع بین المللی در کرسی های خطابه ابراز سخن میکنند. در اتو یک حالات ما بسیار یک فرصت غنیمت میدانم تا در مورد شهدای راه حق و آزادی، بالخاصه در مورد شخصیت هایی که جانهایشان را در این راه هزینه کردن یادبودی صورت میگیره و این البته یک در ترسیم یک نقشه راه برای جوانا هم میتونه که یک الگوی خوبه باشه. ما اولتر از همه تسلیت خود را برای خانواده استاد محترم استاد ربانی عرض میکنم و در ضمن از شهدای میخوایم یاد بکنم که جانهایشان را در این را قربان کردند. خاصتا بزرگوارا در اینجا یاد کردن. مطلب بیک شهید، احمد شاه شهید قهرمان ملی ما که به یک اسطوره امروز در بین جوانان است تبدیل شدن، از استاد عبدالعلی مزاری، از احمد خان سمنگانی و سایر شهدایی که واقعا الگوهای خوبه برای نسل جوان امروز افغانستان نیز هستند. البته سخن پراگنده نشه، اگر قرار باشه از شخصیت استاد ربانی یاد کنیم، ما بسیار زیاد شاید نتونم در این مورد آنچه که در شأنشان است تشریح کنم، ولی چند چیزی را که از یافته های ما در مورد استاد ربانی بزرگوار دارم میخوایم در اینجا عرض کنم. اولی که بود شخصیتی استاد محترم است که با تعادلی که داشتن، با نرمخویی که داشتن، توانستند در مقطع زمانی که چی خودشان در صحنه سیاسی افغانستان بودن، چی در وقت مبارزه به عنوان یک مبارز در پشت صحنه قرار داشتن، به عنوان یک شخصیت معتدل در بین اشخاص افراد یاد می شدن و خوشبختانه در محیط سیاسی افغانستان با شخصیت کاریزمایی که داشتن توانستن از خود و بیگانه را در دور یک محور جمع کنن و در اون وقت حتی باز هم افغانستان که در مرکز یک تعامل قرار داشت، تعاملی را که با دیگه کشورها داشتن توانستن به خوبی مدیریت بکنن و واقعا تبدیل شدن استاد محترم به یک رهبر واقعی مردم کار ساده نبود و واقعا ارزشی بود که در او وقت و امروز در بین جوانا از او به خوبی یاد میشه. به عنوان واقعا یک شخصیت کاریزما توانستن یادگار خوب به جا بانند. این خاطر به عنوان نماد صلح یاد میشن و در او دوره در پیرامون به اصطلاح پروسه صلح که استاد محترم کار میکردن و به عنوان یک شخصیت با نفوذ افغانستان وظیفه خوبی را از خود انجام دادن و یک مبارزه بدون خشونت را به اصطلاح آنچه که خودشان باور داشتن به نسل بعدی هم انتقال دادن. البته در این مقطع زمانی که یک فقدان یک برنامه و در بحران برنامه ریزی قرار داریم، ما لازم میدانم که از استاد دوباره الگو برداری شود و در اون زمانی که دنیا به اصطلاح به قطب‌های شرق و غرب تبدیل شده بود، با خوانش‌های ملی و دینی که داشتن توانستن افغانستان را در یک نقطه قرار بدن که در بین از این دو قطب با تعادل کامل
جای خود حفظ بکنه. ولی امروز متاسفانه افغانستان در حاشیه فرو رفته و همون قسمی که همه بزرگوارا در اینجا آگاهی دارن، در داخل و بیرون از افغانستان مشروعیت های سیاسی از بین رفته و البته با وجود از او هم تعامل دنیا با طالبان امروز بیشتر از جبهه اپوزیسیون است. من فکر میکنم این یک پیام واضح برای ما هم هست که در این مقطع وقتی تعامل با طالبان امروز چی رسمی چی غیر رسمی، علنی و غیر علنی صورت میگیره، باید به این نقطه توجه داشته باشیم. یعنی اگر مبالغه نشه میشه بگوییم که امروز ضعف اپوزیسیون طالبان را با وجودی که افغانستان را به یک واقعا به حاشیه برده، باز هم یک تعامل با اونو در درون وجود داره. البته متاسفانه را میتونیم بگوییم که در بسیج منابع، خاصتا در شناسایی منابع بشری که امروز تیم بیرون از افغانستان خیلی موفق نیست، استاد ربانی در اون وقت توانسته بود یک نماد موفقی در جمع‌آوری منابع بشری از خود به جای بانند. البته باز هم میخوایم بگوییم که طرح‌های پیشکش شده امروز چرا به اصطلاح بازار خوب پیدا نمیکنه، چرا مثلا نمیشه که رویش یک فوکس خوب از طرف دنیا صورت بگیره؟ به این باید توجه کرد و من فکر میکنم بحث هایی که امروز به عنوان بحث های حاشیه‌ای در بیرون از افغانستان از طرف تیم اپوزیسیون بحث میشه، یک مرکزیت خوبی نتونست ایجاد بکنه. به او خاطر خاصتا امید ما از کشورهایی که چی حالا کشورهای منطقه چی کشورهای جهانی که در مسائل سیاسی افغانستان دخیل بودن رفته رفته خاموش میشه و امو قسمی که بزرگوارا هم فرمودن در وقتی که استاد ربانی در حلقه جهاد از خود کارنامه‌های به جا میگذاشتن، در اون وقت دنیا فقط دو قطبی بود که شامل بخشای شرق و غرب و امروز در بود سیاسی واقعا بسیار مسائلی است که میشه استفاده کرد. ببخشید صدای مرا دارین؟ بله صدایتان میاد جناب دکتر صاحب، دوام بدین، فقط بعضی مشکلات تکنیکی است. تشکر. و ما میخوایم از بعض تهدیدهایی هم که در مورد اسطوره ها و در مورد قهرمانی هایی که از بزرگوارای ما بر ما به میراث رسیده و امروز بعض تهدیدها و چالش هایی هم البته در بین نسل جوان ما میبینیم. نسل اول مقاومت را با ارزش‌های والای انسانی و دینی همه ما به یاد داریم و نسل دوم که در دامنه از اونها پرورش یافتن و حماسه‌ای از خود به جا ماندن، ولی متاسفانه تا وقتی که به نسل سوم میرسه بعضی از صداها آهسته آهسته به سکوت مواجه میشه. بنابراین امروز با در بین نسل سوم خاصتا متوجه از این چالش‌ها و تهدیدها باید بود و به عنوان یک ارزش از این اسطوره ها و از این نمادها استفاده کرد و البته رشد شعارهای بی محتوا بعضی اوقات در عرصه فرهنگ ها مثلا یک تهدید را در این قسمت خلق میکنه که برای ما این سوال را ایجاد میکنه باید از خود بپرسیم چطور میتونیم به باورهای نسل نو که دوباره میتونه همه را گرد یک هدف مشخص گیری میزنه، یک به اصطلاح یک محور مستحکم خلق میکنه، چطور میتونیم از این باورها و ارزشها استفاده بکنیم. افغانستان امروز به مثابه یکی از کشورهایی که جوانترین نفوس را در جمعیت دنیا داره، به او خاطر به نظر من این بسیار زیاد مهم است که انتقال از این ارزشها، انتقال از این اسطوره ها برای نسل نو بسیار زیاد اهمیت داره و باز هم با پیشگیری از گسستی که در بین نسل ها به وجود آمده و بهره‌گیری مناسب از بود اخلاقی و معنوی از این ذخایر گرانبهای از این بزرگواران میشه که در بین نسل نو یک الگوی خوب ایجاد شود و در مبارزاتی که البته بعد از این
برای انداخته میشه. همه ما میدانیم که مبارزات نه تنها سیاسی و نظامی می باشه، بود معنوی و اخلاقی موضوع از همه مهمتر است. به اون خاطر نسل نو تربیت یافته میشه که در توسعه پایدار و یک نسل باشه که با توسعه پایدار و با یک اقتدار ملی و بین المللی با ارزش‌های دینی و ملی به هم آمیخته یک نسل جدیدی به وجود بیاید که ما بتانیم از شهروندای مسئول در داخل افغانستان صحبت بکنیم. ما یک بار دیگه در آخر می‌خوایم از فداکاری زنانی که در این راه جانهای خود را هزینه کردن و به خاطر آزادی و به خاطر استقلالی که برای همه شهروندان باید از نگاه دینی و ارزشی برشان داده شود، امروز زنایی را ما سراغ داریم که واقعا گمنام هستند ولی در صحنه‌های تاریخ حضور خود را داشتند، چی در وقت جهاد چی در این مقاومت آخر که متاسفانه از بسیاریشان اصلا یاد نمیشه و اینها نامهایشان درج صفحات تاریخ نه بلکه در قلب‌های مردم هست. ما میخوایم از اونا یاد بکنم و به روحشان اتحاف دعا داشته باشم و تشکری میکنم از هیئت رهبری که فرصت را بر ما هم دادن تا چند کلامی داشته باشیم. روز خوش. تشکر میکنیم از جناب استاد دکتر سبالیه یلماز، عضو شورای رهبری شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که با صحبت تحلیلیشان ما را در روشنی قرار دادند. اکنون از جناب صلاح الدین ربانی، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، خواهش میکنیم که صحبت بفرمایند. با عنوان حسن اختتام آخرین صحبت از جناب صلاح الدین خان ربانی است. بفرمایید جناب وزیر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اعضای محترم هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مهمانان گرانقدر، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از حضور همه شما بزرگواران در محفل با شکوه امروز عمیقاً سپاسگزار هستم. یکی از اهداف مهمی که شهدای افغانستان برای آن قربانی دادند، حمایت و حفاظت از همبستگی و اتحاد مردم و نیروهای سیاسی، فرهنگی و مدنی کشور در راستای پاسداری از ارزش‌های اسلامی، انسانی و ملی بود. شهدای افغانستان در رأس پروفسور برهان الدین ربانی، شهید صلح و رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان، شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، شهید استاد عبدالقادر ذبیح الله، شهید عبدالرحیم غفورزی، شهید حاجی عبدالحق، شهید عبدالمطلب، شهید جنرال عبدالرازق، شهید مولانا سید خیلی، شهید صفی الله افضلی، شهید جنرال داود، مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم، مرحوم مولانا نقیب الله آخوند، شهید رسول محسنی و همه یارانشان با شجاعت وصف ناپذیری برای دفاع از ایمان، عزت، آزادی و شرف مردم افغانستان و استقبال شهادت شتافتند و تا پایان عمر در جهت تقویت برادری، همکاری و وحدت میان مردم افغانستان فعالیت نمودند و در این مورد دستاوردهای ماندگاری را به یادگار گذاشتند. به این مناسبت یاد و خاطرات مسیردهنده و انگیزه بخش همه این شهدا را گرامی می‌داریم و راهشان را جاودان می‌خواهیم. روح همه این شهدا شاد، یادشان گرامی باد و راهشان مستدام باد. مبارزه شهید صلح افغانستان و قهرمان ملی کشور و یاران و پیروانشان وقتی آغاز گردید که آزادی فکر و عمل مردم سرکوب می‌گردید. به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه بی‌حرمتی می‌شد و اراده جمعی در تعیین سرنوشت سیاسی مردم در معرض تعطیل شدن کامل قرار داشت. وقتی دیده شد تلاش‌های روشمندی برای به اسارت گرفتن مردم افغانستان جریان دارد، رهبران نهضت اسلامی به شمول استاد شهید به این نتیجه رسیدند که با ادامه این چنین تلاش‌ها جامعه افغانستان
از نظر سیاسی و فرهنگی به یک جامعه راکد و مغلوب تبدیل خواهد شد. بنابراین تصمیم گرفتن از طریق فعالیت‌های اصلاح طلبانه رژیم‌های وقت را متوجه اشتباهاتشان بسازند و با اولویت دادن به گفتگو برای توقف سرکوب اراده مردم و ارزش‌های فرهنگی و فکری جامعه از همه روش‌ها و فرصت‌های مسالمت آمیز ممکن استفاده نمودند. در فرجام ناگزیر گردیدن با در پیشگیری مبارزه گرم از کرامت و نقش مردم افغانستان در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه دفاع کنند. برای این هدف خلق روایت همه‌پذیر و اتحاد مردم را به عنوان گزینه موفقیت آور در اولویت‌های مهم مبارزاتی خویش قرار دادند. لازم به یادآوری است که در برنامه‌ای که 2 روز قبل به مناسبت 12مین سالروز شهادت استاد شهید در شهر استانبول برگزار شده بود، تعدادی از شخصیت‌های کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه که در دوران جهاد در کنار مردم افغانستان قرار داشتند نیز درباره این مبارزات و ابعاد شخصیتی و فکری شهید صلح و جایگاه و تاثیرگذاری او در جهان اسلام صحبت‌های همه‌جانبه‌ای نمودند. مرکز تدوین آثار رهبر شهید به خاطر آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با تاریخ مبارزات مردم افغانستان به ویژه شخصیت مبارزاتی و دایه استاد شهید و همچنان ماندگار شدن اندیشه های شهدا و مبارزان راه عدالت و آزادی افغانستان اراده جدی دارد تا خاطرات و تحلیل های ارزشمند برادران ترک و سایر شخصیت های ملی و بین المللی را جمع‌آوری و در خدمت مردم قرار بدهد. حضار گرامی، با تشکیل شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نخستین گام در مسیر پیگیری یکی از اهداف شهدا که همان اتحاد و همبستگی حوزه مردمی ما می باشد برداشته شده است. اما برای تطبیق این اهداف لازم است گام‌های بیشتری برداشته شود. عملی سازی آرمان‌های شهدا که مبارزه علیه ظلم در همه اشکال و انواع آن در میان آنها حیثیت هدف محوری را داشت، مسئولیت درجه اول ما در شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان است. حضار گرامی، دنیا و مردم افغانستان می دانند که گروه طالبان نه تنها در حق زن و مرد افغانستان بدترین ظلم ممکن را انجام می دهند، بلکه این گروه در همه زمینه‌ها ناکام است. اما اینها دلیل نمی شوند که مردم از ما به محاسبه حرف شنوی کنند. مردم به ویژه زنان و جوانان افغانستان توقعات دارند، پرسش‌هایی دارند و انتقادهایی دارند که ما در قبال همه این موارد باید پاسخگو باشیم. ماهیت روایتی که ما با آن باور داریم ایجاب می نماید که تا در قسمت اشعار مختلف مردم به خصوص نسل جوان با حوصله‌مندی و سعی صدر تلاش ورزیم. تفاوت جریان‌های طرفدار مردم سالاری و اعتدالگرا با گروه‌های خشونت پیشه در همین است. حضار گرامی، لازم است از جنبش‌های مقاومت زنان افغانستان و تلاش‌های ملی و بین المللی این جنبش‌ها حمایت ملموس صورت بگیرد و در صورت رسانیدن صدای حق طلبانه آنها توجهی بیشتر به خرج داده شود. جا دارد از مقاومت بانوان شجاع افغانستان برای دستیابی به حقوق انسانی و اسلامیشان اعلام حمایت کنیم. در پایان ضمن سپاسگزاری از همه بزرگان یک بار دیگر با راه و آرمانهای شهدا تجدید پیمان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جهان تشکر میکنیم از جناب صلاح الدین ربانی، عضو هیئت رئیسه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان. دوستان عزیز، از حضور گرم همه شما بزرگواران عزیز که با حوصله‌مندی تا آخر برنامه را تعقیب نمودید تشکر میکنیم. همچنان از اون جمله دوستانی که بعداً با ما پیوستند و ما نتونستیم، قادر نشدیم اسمایشان ذکر بکنیم، معذرت و پوزش میخواهیم و در این مقطع میخوایم از همکاری رسانه‌های محترم که در پخش مستقیم این محفل با ما همکاری داشتن تشکری بکنم. اکنون از جناب محترم مولوی صاحب عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی اسلامی افغانستان، خواهش میکنیم با تلاوت دعای برنامه امروز ما را به اختتام برسانند.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اوصلنا الى جميع مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین. از اشتراک همه بزرگواران تشکری میکنیم. برنامه ما در اینجا خاتمه یافت.